سرخط خبرها. حکومت نظامی در ایران. سازمان هواشناسی به مردم ایران هشدار داد اگر ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر از خانه خارج شوند توسط نیروهای موسوم به یووی هدف قرار می‌گیرند. بی‌توجهی به پرسپولیس. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفت جمهوری اسلامی با استقلال خود مقابل زورگویی می‌ایستد. و الهام علیوف گفت ترامپ تنها رئیس جمهوری است که جنگی را آغاز نکرده. شاهدان عینی میگویند او بدون اینکه بخندد این جمله را بیان کرده. سلام و شب بخیر به شما همراهان تلویزیون فارسی DBC. با یک بخش خبری دیگر زنده از لندن همراه شما هستیم. سال هاست که جامعه شناسان مستقل در ایران جامعه ایران را در آستانه فروپاشی توصیف می کنند. در این میان حمله غافلگیرانه اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران ضمن تایید ادعای این جامعه شناسان باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی در جامعه ایران شد. در حالی که رسانه‌های حکومتی مثل صدا و سیما صحنه‌های مختلفی از اتحاد و همدلی مردم پخش می‌کردند، اما حمایت چهره‌های محبوب، موجه و پرتعدادی همچون رضا پهلوی، اشکان خطیبی و پوریا زراعتی از اسرائیل نشان داد که جامعه ایران در مقابل حمله اسرائیل یک پارچه نیست. با اعلام آتش بس انتظار می‌رفت که جمهوری اسلامی تدبیری برای ترمیم گسل‌های اجتماعی پیش آمده در جامعه ایران کند، اما برخی چهره‌های سوپر انقلابی و تندرو از جمله برخی مداحان حکومتی با خواندن نوحه‌های حاشیه ساز بر طبل تفرقه کوبیدند. ویدیوی کوتاه در همین رابطه می‌بینیم. در ادامه با عین الله آخوندزاده، پژوهشگر فقه اسلامی و رئیس پژوهشکده فقه اسلامی از منچستر، و الیاس احتشام رئیس اندیشکده فرهنگ و انسانشناسی از تگزاس به بررسی این موضوع می‌پردازیم. ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی در روح و جان من میمانی ای وطن. اینجا ایرانه، اینجا ایران سرزمین شیرانه، اینجا خاک اسطوره‌های دورانه، خاک آرش کوروش رستم دستانه، خاک چمران و باکری و دورانه، اینجا ایرانه، اینجا ایرانه. آیا آخوندزاده، قبل از هر چیز میخوام از شما بپرسم آیا از نظر شرعی جایز هست که در مداحی و نوحه خوانی به مسائل سیاسی پرداخته بشه؟ به هیچ وجه جایز نیست. این قبیل اقدامات قطعاً دارای کراهت است. ورود دین به مسائل سیاسی اکیداً ممنوع است. بهتر بود عزاداران در محرم امسال که انهو کبک سرشون رو زیر برف میکردند و به عزاداری میپرداختند که این کار به ثواب نزدیکتر بود. من به شدت ناراحت شدم وقتی دیدم در برخی مداحی ها از ایران خونده میشه یا در بعضی هیئات به اصطلاح مذهبی نعوذ بالله به اسرائیل و آمریکا فحاشی میشه. به نظر شما به عنوان یک شخصیت متشرع در چنین شرایطی اشاره به ارزش‌های مذهبی و تمدنی باعث افزایش شکاف در میان جامعه نمیشه؟ یقینا میشه. آقای مداح میاد میگه ای ایران عاشورایی، ایران ذوالفقاری، ایران کربلایی. این دور از عدالت هست. پس ایران LGBT ها چی؟ یا میاد میگه ایران خدایی. این خوب نیست. به بیدین ها و آتئیست ها بر میخوره. درسته که اونها در ایران خیلی کمن، ولی خب نباید دلشون رو بشکنیم. آقای احتشام، از منظر آنتروپولوژیستی این قبیل اقدامات چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ داده های آنتروپولوژیستی هم نشون میده این نوحه ها نباید خونده میشدند. آقای آخوندزاده به درستی به ایرادات نوحه ایران محمود کریمی اشاره کرد. یه مدعای دیگه هم خونده بود اینجا ایران خاک آرش و کوروش و
رستم دستانه. الان وقت اینجور حرف ها نیست. تحقیقات آنتروپولوژیستی میگه بدمنها هم هر چند اندک اما طرفدارانی دارن. ممکنه به طرفداران ضحاک و شغاد بر بخوره که چرا نمیگیم ایران مال اوناست. اصلا در موقعیت فعلی خود واژه ایران هم باعث به هم خوردن اتحاد میشه. بهتر بود میگفتن ایران ها تا نظر تقسیم طلب ها هم جلب بشه. آیا آخوندزاده به نظر شما در مقطع فعلی برای کاهش شکاف‌های اجتماعی بین مردم ایران باید چه کار کرد؟ به نظرم در شرایط فعلی اگر حکومت واقعا دنبال اتحاد بود باید امسال محرم رو برگزار نمی کرد، چون شمر و هرمله هم ممکنه طرفدارانی در ایران داشته باشن وفاق و اجماع در جامعه ایران شکسته بشه. بهتر بود به جای محرم یه فستیوال بزرگ موسیقی و رقص به اسم فستیوال خیابون برگزار می‌کردن که نظر اکثریت مردم رو جلب کنه. عین الله آخوندزاده از منچستر و الیاس احتشام از تگزاس همراه ما بودند. مروری داریم بر چند خبر کوتاه. گرمای هوا کار خودشان است. کارشناسان معتقدند افزایش دما در ایران کار خودشان است. احتمال می‌رود این اقدام برای پرت کردن حواس مردم از موفقیت‌های شاهزاده رضا پهلوی باشد. و یمن دشمن سلامتی. یمن با دخالت در رژیم غذایی برنامه‌ریزی شده اسرائیل برای مردم غزه اعلام کرد اگر غذا به غزه نرسد باب المندب را به روی همه کشتی‌ها خواهد بست. اخبار تایید نشده از کمبود شدید مواد غذایی در غزه و کشته شدن کودکان در اثر گرسنگی حکایت دارد. ضمن اینکه رسانه‌های ضد اسرائیلی با مانور روی این اخبار اسرائیل را به نقض قوانین جنگی و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح متهم می‌کنند. در گفتگو با آرمین ساعتچی، کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی از زوریخ سوئیس، به گفتگو در این باره می‌پردازیم. آرمین، ادعا میشه در غزه حتی آب خوردن هم به سختی پیدا میشه. این در حالیه که الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل به ایرانی ها قول داده بعد از براندازی حکومت ایران کم آبی این کشور رو برطرف کنه. این ادعاها با هم در تناقض نیستن؟ همینطور که آقای کوهن گفتن، اسرائیل طاقت نداره ببینه مردم کشوری بدون آب باشن. دلیل بی‌آبی امروز غزه هم به خاطر اینه که اسرائیل تازه 1.5 سال حفاری گسترده رو شروع کرده و داره با جنگنده ها همه جای غزه رو میزنه تا ببینه کجا آب بیشتری داره. اگر اهالی غزه صبوری کنن و زیر بمباران ها کشته نشن، در آینده آب رو هم میبینن. برخی ها فرهنگ و تمدن غربی رو مقصر پیشامدهای غزه عنوان میکنن و این سوال رو مطرح میکنن تمدن مورد ادعای غرب که ادعای پیشبرد جامعه به سوی جهانی مدرن و پیشرفته رو داشت، چرا حالا در مقابل گرسنگی در غزه سکوت کرده و از اسرائیل حمایت میکنه؟ تمدن غربی به وعده های خودش پشت نکرده و همچنان در همون مسیر داره حرکت میکنه. شاید در نگاه اول حمایت غرب از اسرائیل و همراهی با اون در غزه یک عقبگرد از ادعاهای مطرح شده باشه، ولی در واقع دورخیزی برنامه ریزی شده بود برای لحظه‌ای که الان شاهدش هستیم. منظورت از چیزی که شاهدش هستیم چیه؟ رونمایی از پاکترین و بی‌عوارض‌ترین سلاح ممکن توسط اسرائیل. اسرائیل به سلاح گرسنگی دست پیدا کرده و در غزه از این سلاح استفاده میکنه. سلاحی که نه آلودگی داره نه صدا که بقیه مردم جهان رو آزرده کنه. ما مدیون الگوی توسعه غربی هستیم که به همه چیز فکر کرده. الان هم اگر چند تا خبرنگار و رسانه فضول نبودن، برنامه اسرائیل آروم و نرم پیش میرفت و آسایش مردم جهان خدشه‌دار نمیشد. آرمین ساعتچی، کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی از زوریخ سوئیس با ما بود. شاهزاده رضا پهلوی از آغاز کارزار همکاری ملی خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار ویدیویی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی که می‌خواهند مستقیم با او و تیمش در ارتباط باشند، خواست به این کارزار بپیوندند. آقای پهلوی گفت از زمان آغاز این کارزار صدها نیروی بلندپایه در ایران به این کارزار پیوسته و اطلاعات محرمانه و فوق سری را در اختیار او گذاشتند. در ادامه ویدیویی از یکی از شرکت کنندگان در این کارزار که به دست تلویزیون فارسی DBC رسیده است را می‌بینید. به خاطر مسائل امنیتی از پخش چهره و صدای واقعی این فرد معذوریم. من به عنوان یکی از مقامات بلندپایه ایران و از نظامیان با درجه خیلی بالا اعلام می‌کنم از حامیان شاهزاده رضا پهلوی هستم و به این کارزار می‌پیوندم.
در ادامه میخوام اطلاعات به کلی سری و خیلی محرمانه ای رو که به جز من فقط 7 نفر از افراد بلندپایه به اون دسترسی دارند رو در اختیار شما بذارم. اول اینکه پلیس ایران یک شماره 3 رقمی محرمانه داره که اگر دیر جواب داده بشه مستقیم به اتاق سردار رادان وصل میشه. این شماره 110. دوم اینکه ایران زیر زمین موشک قایم کرده. تعداد این موشک ها خیلی زیاده و بعضیاشون خیلی بزرگ هستن. اما مهمتر از همه اینها اینکه به یک نقطه ضعف بزرگ پایگاه‌های بسیج پی بردم. بیرون پایگاه‌های بسیج یک زنگ نصبه که اگر فشار بدید تو پایگاه یک صدا پخش میشه. میتونید شبونه برید این زنگ‌ها رو فشار بدید و فرار کنید. من از بقیه همکارانم هم میخوام به این کارزار بپیوندن. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری از تلویزیون فارسی DBC. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.